ما الان کرمانشاهی میخواهیم بریم به خارج کجاست؟ عراق بریم. اولین سفر خارجی این دوتا جزقله. جزقل چطوری جزقل؟ چیپس بده خواهرت. خب ما از مراحل سفرمون حتما برای شما فیلم میگیریم. بای بای. اینا یه سری پارکینگه ولی نمیدونم کدومه. اینو بزنم؟ کدومو بزنم؟ همون خیابان چیه بزن؟ این؟ آره خیابان پارک نه چی عباسیه رو بزن. الان میریم اونجا میپرسم بهت میگم. مثلا جزء ایراداتش میذاریم. ولی فکر کنم پارکینگش پشتشه ها. نگاه اینو بگی الان من میپرسم پارکینگش کجاست. دیگه ببین وقتی نتونیم پارکینگ گیر بیاریم و اومدیم تو شهر قریب میخوایم بریم کربلا و عراق، الان مجبور شدیم بریم قفه‌مون و قفه دار بخریم. آقا آخر میتونیم پارکینگ گیر بیاریم؟ آره با پارکینگ هم گیر میارم. ببین تو فکر کن قفه‌مون الان وقت خراب شدنش بود. تو همه حریفی. الان من میگردیم میریم پس فایده نداره به خدا اصلا با این نمیشه. اونجا نوشته کربلا من میرم ایشون نمیره. من میگم من دور برگردم دور روزه من میگم بس تمام شد. والله خدا اصلا با این نمیشه رفت مسافرت. خدایی همه راه خودم بهش گفتم. آفرین. پارکینگو خودم گفتم. آفرین. گفتمونو خودم پیدا کردم. آفرین. یه برات بگم همه چی ادامه راه هم بهتون ثابت میکنم تا آخرش که برگردیم همه کارو من بهش میگم چی کنش نکنه. اگه این گفت اگه به هر راه این بری میری ته دره ته دره اون دره بهشت والله به خدا بهشت بری والله به خدا. آره دور میزنیم. حسام برگردیم تهران. ما داریم الان از مرز عراق رد میشیم. اولین سفر خارجی این جوجوها. کجا میریم باران کجا؟ الان اسکنمون میکنن. باران سلام خوبی؟ کجا میری خوشگله؟ دادا دوست داری؟ بله سلام بیا ما تو راه کربلا حسام آدم نمیرقصه. داریم میریم کربلا. خب باشه بالاخره از اینجا رد میشن. حسام یه دقیقه بگیر باری بیا بشین بی بیا جانم بیا بودو بیا خوشگله بودو بریم دادا بودو کن بگیرش نخوری زمین. یواش باران این نهایت سرعتشه. داریم از مرزهای ایران رد میشیم.
اینجا سگم داره. هاپو کومار. السلام علیک یا ابو عبدالله. بیا. مال حسام کو خداش. 207 0 46 8. بای کنین، بای بای کنین، بای بای. با اون آقای بای بای کن. بارم با اون آقای بای بای کن. اوجا. بای بای. خدافظ. بگو ما رفتیم. بگو جوجو جیک جیک. جیک جیک. دیگه ما مرز رو رد کردیم. دیگه نمیتونیم دور برگردیم. مگه نه باران؟ باران کجا میری؟ دادا. اینجا دادا. بیا. بگیرش